در ارتباط با مبحث قبلی، یعنی بررسی مقدار pH در دو سوی غشای تیلاکوید، bu nöqtələrə همواره دقت edəcəksiniz uşaqlar. اولین نکته است. در الکترون های برانگیخته خارج شده از P680 باعث فعال شدن پمپ پروتونی در غشای تیلاکوید شده و این پمپ باعث کاهش آش مثبت در بستره و افزایش آش مثبت در فضای داخل تیلاکوید می شود. نکته بعدی، الکترون برانگیخته خارج شده از P700 با انتقال به NADP مثبت باعث تولید NADPH شده و در نتیجه با مصرف هاش مثبت در بستره باعث کاهش این یون در بستره می شود. نکته سوم، تجزیه نوری آب در فضای داخل تیلاکوید باعث تولید و افزایش هاش مثبت در فضای داخل تیلاکوید می شود. و نکته آخر، در آنزیم ATP ساز با انتقال هاش مثبت از فضای داخل تیلاکوید به بستره باعث افزایش آن در بستره و کاهش آن در فضای داخل تیلاکوید می شود.